کلاس‌های آموزش زبان فارسی همه ساله با شور و علاقه فارسی آموزان در اینجا این سوی ارس جمهوری آذربایجان برگزار می شود. امسال این کلاس‌ها تحت تاثیر کرونا به صورت آنلاین برگزار می شوند. در 3 مقطع ابتدایی، متوسط و عالی گروه‌هایی را تشکیل دادیم و الان حدوداً 15 روز است که کلاس‌های ما شروع شده است و دانشجویانی که قبلا درس خونده بودند حضوری الان در گروه‌های متوسط و عالی تحصیل خودشون را ادامه می‌دهند. زبان فارسی با دلربایی‌های بی‌مثالش همواره مورد توجه علاقمندان و پژوهشگران این کشور قرار گرفته است. از یاد گرفتن این زبان افتخار می‌کنم. زبان فارسی یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های دنیاست. زبان فارسی رو خیلی دوست دارم. چون زبان فارسی شیرین هم خیلی سعی می‌کنم که زبان فارسی رو خوب حرف بزنم، خوب صحبت بکنم. فارسی آموزان معمولاً یادگیری زبان شیرین فارسی را از کلاس‌های مقطع ابتدایی رایزنی فرهنگی کشورمان در باکو آغاز می‌کنند و پس از طی دوره‌های متوسطه و پیشرفته بیشترشان وارد مراکز دانشگاهی می‌شوند. پژوهش فارسی، ایرانشناسی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های این کشور هم تدریس می‌شوند. کلاس‌های برخط متعددی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و انستیتوهای آموزش زبان نیز در حال برگزاری است که حتی در دوران که دانشگاه‌ها تعطیل بود این کلاس‌ها با همت عزیزان دایر بود و امتحانات نیز به صورت آنلاین برگزار شد. کرونا همه مراکز آموزشی و دانشگاهی جمهوری آذربایجان را به تعطیلی کشانده، اما عشق و علاقه موجب شده فارسی آموزان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی هرچند به صورت آنلاین به آموزش و تحصیل خود در این زمینه ادامه دهند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.